ابرو تو اینجا چی کار داری؟ کنار خوش اومدی. خیلی ممنونم ولی زهر ترکم کردی. اینجا چی کار میکنی؟ من اومدم به تو سر بزنم. نگرانت بودم. آخرین بار روحیت خیلی بد بود. بعدش دیدم در بازه، صداتون کردم کسی جواب نداد. نگرانیم بیشتر شد. گفتم شاید تو اتاق باشی، خواب باشی. گفتم ببینم مطمئن بشم. احمد کجاست؟ خونه نیست؟ نمیدونم، من وقتی اومدم نبود. احتمالا رفته بازار یا قهوه خونه. الان دیگه میاد. تو حالت خوبه؟ ای بد نیستم. شارجرم اینجا بود. کنار میخوام یه چیزی بهت بگم اما نمیخوام اشتباه برداشت کنی. به نظرم به خاطر یه آدم بیارزش داری خودتو نابود میکنی. ابرو میبینی که اصلا حالم خوب نیست. بازم شروع نکن. باشه آروم باش، چیزی نگفتم که. من فقط غزال الان خیلی خوشحاله. خیلی زود به اون خانواده عادت کرده. برای همین تو هم دیگه فراموش کن. میخواستم بگم خودتو نباز، ولش کن. الان کجا میری؟ پیش داداش صالح، کارش دارم. کنار چیه ابرو؟ چی میخوای؟ من برای آخرین بار یه سوال ازت دارم. دیشب تو عروسی غزال یکی اومد و با اسلحه تیربارون کرد. اون تو بودی؟ بفرما داداش. نظرت چیه پسرم؟ میتونی قایق قدیمی منو تعمیر کنی؟ تو نگران نباش، بسپرش به من، حلش میکنم. خیلی خوب، پس خدا قوت. دمت گرم داداش، ممنونم. درستش میکنم داداش، درستش میکنم. قایقم درست میکنم، خودم درست میکنم. خدا قوت. سلامت باشی داداش. یه پیری مثل من پیدا کردی. خاک قدیمیه راستش. فقط این میتونه منو با این بار سنگین حمل کنه. پسرم قبول کن همه با هم دیگه بریم استانبول. نصف قلبم که اینجاست، نذار فکرم هم بمونه. پدر خدا بیامرزم، میدونید چی میگفته داشت؟ دریا بی خودی نمک نداره، مرهم زخم آدم هاست. این دریا اگه برای بابام مرهم شده، باعث فراموشی مامانم شده، برای منم باعث فراموشی خیلی چیزا میشه. حتما که یه روز به دیدنت میام، اما الان نمیشه. تا خوب نشدم نمیشه. اتفاقی که الان افتاده با عشق نصف نیمه نمیشه پسر جون. مرهم اصلی زخم تو قلبته. هر جا باشه خوب میشه. آره، چه استانبول باشه چه ایلدیر باشه فرقی نمیکنه. فرق میکنه داداش، خیلی هم فرق میکنه. استانبول سفره شیطاناست، مناسب من نیست داداش. من اونجا نمیتونم، باید ببخشی.
من یه پسر جوون دیگه میشناسم که قلبشو اینجا گذاشت و رفت. اونجا تو محله کوین آزیله. گفت حتی یه ثانیه هم نمیتونه اینجا زندگی کنه، ولی به استانبول رفت و 35 سال زندگی کرد. الانم جلوت ایستاده. اصرار نمی کنم، بازم دلت بهتر میدونه که چی خوبه. فقط تو خوب باش، نفس بکش، واسه من کافیه. امروز فردا به استانبول برمیگردیم. ضمناً بابات خبر داره. اگه میخوای حالا که میریم از مادرت خداحافظی کن، چون دیگه شاید نتونیم به ایلدریم سر بزنیم. غزل ببین، بازم دارم میگم اگه نمیخوای میتونیم همینجا بمونیم. نمیریم استانبول. خانوادگی. بفرما داداش. خیلی متاسفم پسرم. قسمت نبوده. حالا خودت دیدی، من که بهت گفته بودم اون خیلی حالش خوبه، به زندگیش ادامه میده. به نظرم تو هم همین کارو بکن. کی میریم استانبول؟ تا یکی دو روز دیگه میریم. داداش تو اونجا چی کار میکنی؟ ها؟ چت شده؟ حالت خوبه؟ تو حالت خوبه؟ تو درد سر افتادم. اتفاقای بدی افتاد که نه.
من باید قایم بشم وگرنه منو میکشن. چرا داداش؟ چرا میخوان بکشن؟ سرتو بلند کن ببینم چه اتفاقی برات افتاده ها؟ کی این کارو باد کرده؟ تو قاطی چه کارایی شدی؟ حرف بزن داداش، حرف بزن. پرسیدم کی این کارو باد کرده؟ اونو اسلحه داشتن پسر، منو میخواستن بکشن، منم فرار کردم. الانم با آدمایی که دستشون تو این کاره تو درد سر افتادن. پولشونو میخوام. داداش اینا کیه؟ ها؟ دارم میگم کی هستن؟ حرف بزن، تعریف کن. این آدما کیه؟ دمیروغلو. تو برای دمیروغلوها کار میکنی؟ تو با این آدما چی کار داری ها؟ تو اینا رو از کجا پیدا کردی؟ تو با این آدما چی کار داری؟ با اینا چی کار داری؟ چرا؟ واسه پول. مگه غزال تو رو به خاطر پول ترک نکرد؟ به این خاطر این کارو کردم. به خاطر خودمون کردم. غزال با ورال دمیروغلو ازدواج کرد. منو به خاطر اون یارو ترک کرد داشت. تو میخواستی پول اونا رو تو این خونه بیاری؟ کنار. میخواستی پول آدمی که عشق منو ازم گرفت و با خودش برد و بیاری تو این خونه؟ کنان من. تو انصاف نداری؟ ها؟ تو اصلا حیثیت و شرف نداری؟ پسر نمیدونستم. یعنی چی نمیدونستم؟ نمیدونستم پسر، نمیدونستم. وقتی این کارو قبول کردم که حرفی از غزال نبود. بعدش هم دیگه درگیر شده بودم. نمیتونستم کنار بکشم. ترسیدم. کنار. منو میکشم. باید قایم بشم. من به قفس میگم که به بچهای ما خبر بدن تا بیان تو رو ببرن. خب کجا باید بریم؟ میریم نه، خودت میری. تو چی؟ از این به بعد راهمون جدا میشه. کنار. الکی خودتو خسته نکن. تو خیلی هم خوب میدونستی که تو اون بسته ها چی هست. نمیدونستم. اگه میدونستم اصلا این کارو نمیکردم. پس اون همه پولو چرا بهت بدن؟ خیلی هم خوب میدونستی اون تو چی هست. کنان. بس سپاره کافی. یه اشتباهی کرده دیگه بحثشو نکنیم. خب پسرم شما برادرید. پاشو تو هم لباساتو جمع کن. بیان تورم ببرن. کجا میرم؟ خونه من استانبول. دوبله شده در استودیو جری. ازت ممنونم داداش. خواهش میکنم. تو استانبول کسی دستش بهت نمیرسه. البته اگه خودت سر گوشت نجنبه. خدا نگهدارت. برو به سلامت. اینطوری با داشتت خداحافظی میکنی؟ ها؟ از بابا فقط یه آبرو و
یه قایق برامون مونده بود، قایق که غرق شد. گفته بودم حداقل بذار شرف و آبرومون رو حفظ بکنیم، ولی تو نتونستی. خودت بگو ها؟ تو بودی چی کار میکردی؟ اینو به ابرو میدی؟ مراقب خودت باش کاپیتان. ببخش. خدا قوت. اوه اجه، آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ اومدم باهات خدافزی کنم. داداش عزیز نیست؟ نه نیست. بیا بشین، بیا یه چای قهوه چیزی بخوری. چای میخوری؟ باشه. تکو 2 تا چای برامون بیا. الان میارم داداش کنار. کنان، خیلی وقت نیست که باهات آشنا شدم، ولی به اندازه چندین سال اتفاق از سرمون گذشت. آره بخوره. یعنی زندگی گاهن خیلی زود سپری میشه. اون میگذره و تو فقط نظاره‌گر میشی. از اینکه شناختمت خیلی خوشحالم. تو آدم خیلی خوبی هستی. اتفاقات سختی رو از سر گذروندی. بگم فراموش کنم بیفایده است، ولی من میخوام که تو خوب باشی. میخوام سریعتر از این حالت بیای بیرون. آقایون خانوما من اومدم. بفرما. اول بده به خانم. وای پسر چی کار کردی؟ بیچاره رو داداش به خدا یه سوزوندی. هویی شد وقتی آبجی دستشو دراز کرد. ببخشید. باشه زیاد حرف نزن، برو. تو جعبه کمک اولیه کرم سوختگی هم هست، سری برم باشه بردارم برو، بیارم. به جای حرف زدن بیارش. زود باش. بجم پسر بجم. میسوزه؟ یکم. پسر پس چی شد کرم؟ زود باش. بفرما داداش. بیار دیگه بیار. خیلی خوب، یکم کرم بزنم. حسابی دستتو سوزوند. من دستمال دارم. خوبه، اینم اینجوری بذار روش. اینو اصلا تا فردا صبح باز نکن. صبح دیگه کاملا خوب میشی، نگران نباش. باشه آقای دکتر. باید ببخشی قاطی کردم، یادم رفت. فکرم سر جاش که نیست. اینا راهکاراییه که شنیدیم. اگه نمیخوای بازش کن. نه بذار بمونه. یعنی اگه ارزش خاصی نداره میشه من بمونه. نه بابا بمونه چی میشه مگه؟ یه دستمال معمولیه. من دیگه برم، میدونی که شب مسافریم. خیلی لطف کردی. بابت همه چیز ازت ممنونم. اگه دیگه همدیگه رو ندیدیم حلالم کن. تو کی هستی ها؟ نامه رو به کنار میده که بهم بده. مسخرم کرده. کنار؟ این دختره کیه؟ پس مصممی که به استانبول نیای؟ چه استانبولی؟ ما تو وطن خودمون زرد و پژمرده شدیم. استانبول دیگه ما رو قورت میده. باشه اگه نظرت عوض شد درمون همیشه به روی تو خدا باز. ازتون خودت راضی هم باشه. میتونی. شما لطف کنید. هم تو هم داداش عزیز. خیلی مواظب خودت باشه. تو هم همینطور.
برو به سلامت. اون دختره کی بود؟ اجه. اجه؟ این اجه کیه؟ به تو چه؟ چیه بازجویی میکنی؟ چون تو ناراحتی و حوصله نداری ما داریم مثل پروانه دورت میچرخیم. ولی میبینم که تو حالت خیلی هم خوبه. با دختره هر جایی تو قایق همو بغل میکنی. هی حرف دهنتو بفهم. بدون اینکه چیزی بدونی به مردم تهمت نزن. که همین دیروز شناختیش چطور انقدر با ارزش شده؟ برو دهنمو باز نکن. برو. ضمناً لازم نکرده واسطه یه داداشت بشی. من اصلا از اون خوشم نمیاد. الکی امیدوار نشه. دقیقاً همینو بهش بگو. خیلی خوب دقیقاً همینو بگو. ببین حوصله ندارم. سر به سرم نذار. زود برو. گم شو از اینجا. برو. هر کسی که اطرافت باشه همشونو میفرستم برن. همشون. غزال، این دختره، همشون میرن. فقط دوتایی مونی. فقط دوتامون. خوش اومدی عشقم. ببین هنوز تموم نشده. ببین فعلا توشو دارم میسازم. بده نگاش کنم. آخه هنوز تموم نشده. داره تموم نشده. شبیه هیچی نیست. خب بابا خودم هم گفتم تموم نشده که. بذار تمومش کنم. میخوام ازش یه قایق لاکچری خوشگل بسازم. قشنگترین قایق تو ازمیر. حالا میبینی. بده ببینم. چی کار میکنی؟ خطی نکن هنوز تموم نشده. زخم و درد قلب شبیه به هیچی نیست. میدونم. همین که به سوزش میرسه نه سلامی که میدن مرهم میشه نه حرفی که میزنن. مخصوصا اگه کسی که نیمه راه ولت کرده باشه عشقت باشه. عمر میگذره ولی اون درد خوب نمیشه. میدونم. ولی میدونی چی از همه سخت‌تره؟ از عشقت. از کسی که عمرتو باهاش گذروندی متنفر شی. وقتی نفرت جای عشقو میگیره وای به حالت میشه. بیشتر از عشق چشمتو کور میکنه. عاشق درمان میشه. ولی کسی که متنفر نمیشه. کسی هم که تو رو نیمه راه ولت کرد دختر منه. دختری که با اشکام بزرگش کردم. با این که میدونم آدم از جونش به بچهش جون میده ولی نمیتونه از وجدانش به بچهش وجدان بده. فراموشش کن کنن.
هم عشق تو هم نفرت تو فراموش کن. فراموش کن که بتونی نفس بکشی. فراموش کن که بتونی زندگی کنی. میدونی من چیزی که نفهمیدم و خیلی زورم اومده چیه مامان؟ یه قلب داشتم، قلبمو بهش دادم. یه عمر داشتم، عمرمو بهش دادم. یه جون داشتم، اگه میخواست اونم بهش میدادم. نگو هیچ کدومو نمیخواست. اون فقط پول میخواست، پول داری میخواست. خب اون وقت چرا ماما؟ چرا آخه تو جواب اینو بده. وقتی میدونست من ندارم چرا این همه مدت منو سر کار گذاشت؟ چی ازم میخواست؟ خدا بگم چی کارش کنه پسرم. دنبالش نرو، ولش کن. تو که با غزال به دنیا نیومدی. درسته، با غزال به دنیا نیومدم، ولی بدون غزال من مردم. پسرم من دیگه برم. تو هم یکم استراحت کن، چه میدونم بخواب. سعی کن خودتو نبازی، اینطوری نمیتونی بلند شی. تو نگران من نباش. آخه چطور نگرانت نباشم پسرم؟ تو مادرتو مرده فرض کردی، منم دخترمو مرده فرض کردم. من و تو مادر و پسر بشیم. شاید نتونم مرهم زخمات بشم، ولی خوبش که میکنم عزیزم. بگو. فهمیدم، باشه قطع کن. رئیس سریع باید بریم. رئیس خیلی فوریه. هر موقع احتیاج داشتی به من زنگ بزن تا بیام پیشت. اصلا فکر نکن تنهاییم. باشه. خب دیگه من برم عزیزم. داداش شما مطمئنید؟ یعنی اونی هم که قایق آتیش زد ورال بیشرف بوده؟ اطلاعات موثق هست اینا. قایق و دمیرغلو آتیش زدن. اینا مارن پهلوون. برای همین برای احمدم بازی در بردم. قصدشون این بود که تو رو از بین ببرن. البته تمومی نداره، بازم اذیتت میکنن. جریان خون تو رگ‌های اینها وای نمیسته، ولی بازم ادامه میدن. دمیرغلوها امروز برای همیشه به استانبول برمیگردن. تو هم با من بیا. سگ و گرگ نمیتونن با هم بجنگن پسر جوان. بیا که انتقام کاری که با تو کردن و دونه بدونه بگیریم. از مرگ براشون بدتر بشه. اگه آماده ای بریم عزیزم، به پرواز دیر نرسیم. آماده.
اصلا از ماشین پیاده نشو. صدات هم در نیاد غزال. خواهش میکنم کاری نکن. ورال وایسا نرو. ورال قنبر. بشین سر جات. سینان این کی؟ چی شده؟ باز چی شده؟ خیر باشه ماهیگیر. چی شده؟ اومدی بدرقه کنی؟ تو چه جور آدمی هستی؟ تو مگه با من مشکل نداری؟ از قایقی که یادگار بابام بود چی میخواستی؟ از داداش چلاقم چی میخواستی؟ اگه جرأتشو داری نمیترسیدی عین مرد میومدی جلوی خودم وامیستادی. جرأتشو دارم اما وقتشو ندارم ماهیگیر. ببین زنم تو ماشین منتظرم. آخه باید برگردیم. نیومدم مانعتون بشم. اومدم به هشدار بدم. گوشاتو باز کن. خوب گوش کن. پول و ثروت و اعتبار و شهرتت یه ذرم عین خیالم نیست. نه از پولت نه از سگات. از هیچ چی نمیترسم. یعنی تا اینجا اومدی که حساب قایق لگن تو از من پس بگیری؟ واقعا برات متاسفم. من فکر کردم که به خاطر دلیل خیلی مهمتری سد معبر کردی. تو زیادی خودتو بزرگ فرض کردی، ولی اصلا اینطورام نیست. خیلی کوچیکی، اونقدر کوچیکی که حتی عشق هم فقط با پول میتونی بخری. ولی بذار بهت یه چیزی بگم، یادداشت کن یادت نره. عشقی که اینجوری به دست بیاد آینده ای نداره. از من فاصله بگیر، از داداشم هم همینطور. از این به بعد اگه تو رو حتی سایتم این اطراف ببینم، به خدا قسم یه کاری میکنم که از زندگی پشیمون بشی. قسم میخورم. اینم یه نصیحت از طرف یه ماهیگیر. ما که به استانبول برگشتیم این شارلاتان حتی قبرم نداشته باشه، فهمیدی؟ دوبله شده دام استودیو